اگه فرزندتون از درس خوندن بیزاره بهتون تبریک میگم، چون شما یه نابغه توی خونتون دارید. اینو ما نمیگیم بلکه تجربه به شما ثابت میکنه. کریستیانو رونالدو فوتبالیست، نابغه فوتبال جهان، 12 سالگی به علت پرتاب صندلی به سوی معلمش از مدرسه اخراج شد. توماس ادیسون، مخترع برق که به دلیل کودن شناخته شدن توسط معلمین 12 سالگی از مدرسه اخراج شد. وینستون چرچیل که یه روزی بزرگترین سیاستمدار تاریخ شد و جهان رو به هم ریخت. انیشتین، نابغه فیزیک که با فرمول نسبیت برنده جایزه نوبل شد، اما تو مدرسه به کم عقل تنبل مشهور بود. نفر بعدی پدر پانتومیم دنیا چارلی چاپلین، اعجوبه‌ای که از مدرسه فراری بود. و جالبه بدونید التون جان هم به دلیل تنبلی یه روزی از مدرسه اخراج شده. و در نهایت هم مهران مدیری خودمون. تحقیقات ثابت کرده اون دسته از افرادی که تو سنین کودکی معمولا از مدرسه بیزار بودن، در آینده افراد خیلی مهمی تو زمینه‌های کسب و کار و اختراع و هنر بودن. این پستم بفرست برای اون پدر و مادرایی که بچه محصل و مدرسه‌ای دارن.